خدا، شرباف هستم دبیر ریاضی. بله، یک کسری بنویسیم که پایه ها برابرن، یعنی 15 به توان 17 و 15 به توان 11 را جداگانه بنویسیم. بعد بین 15 و 3 ضرب هستش، بنابراین کسر دوم شامل 3 به توان 15 و 3 به توان 9 هستش. اینجا راحت میتونید پایه ها شبیه به همن، یکی از پایه ها رو می نویسید، 15 رو می نویسید، 17 منهای 11 چون که کسر یعنی تقسیم، 17 منهای 11 این مال این کسر هستش. ضرب رو میذارید، پایه ها شبیه هستن، 3 رو می نویسید، توان ها رو از هم کم می کنید، یعنی 15 منهای 9. خب اگر بخواید پاسخ اینها رو جداگانه حل کنید میشه 15، 17 منهای 11 میشه 6 و ضرب در 3 به توان 15 منهای 9 میشه چند؟ 6. متفاوت توانها شبیهن، پس بنابراین باید به این صورت بنویسید که 15 ضرب در 3 یکی از توانها رو میذارید. خب 3 ضرب در 15 میشه 45 و توانم میذارید. پرانتز می‌نویسیم 12 ضرب در 3 چهارم به توان 11. چرا؟ چون که توانها شبیه هستن. و بعد عبارتهای بعدی بین همه اینا ضرب هستش، یه پرانتز باز میکنیم، 27 ضرب در 1/3 با هم در یک مجموعه قرار میدیم در یک پرانتز، چون که هر دو توانش 8 هست. و حالا داخل پرانتز ها رو محاسبه میکنیم. اینجا 12 مخرجش 1 هست، 4 به 4 ساده میشه، 12 به 4 ساده میشه 3، 9 به توان 11. ضرب داره 27 مخرج 1 بهش میدیم، 3 به 3 1 مرتبه، 27 به 3 9 مرتبه و اینجا مخرج 1 نوشتن نداره ولی صورت ها 9 1 9 به توان 8. و اینجا پایه ها شبیهن، یکی از پایه ها رو می نویسیم، توان ها رو با یکدیگر جمع می کنیم، پس میشه 9 به توان 19. مثال بعدی 48 به توان 12 تقسیم بر 6 به توان 12 تقسیم بر 2 به توان 10 ضرب در 4 به توان 10. خب تو صورت توان ها یکسان است، پس بنابراین پایه ها نوشته میشه، بینشون تقسیمه و یکی از توانها نوشته میشه. مخرجم توانها شبیه هستن، پس بنابراین 2 ضرب در 4 میشه، یکی از توانها نوشته میشه. 48 تقسیم بر 6 میشه 8 به توان 12 و اینجا 2 ضرب در 4 میشه 8 به توان 10. الان پایه ها شبیه هستن، بینشون تقسیمه یعنی همون کسره، بنابراین 8 یکی از پایه ها نوشته میشه، توان ها از هم کم میشه و 8 به توان 12 منهای 10 میشه 2. مسئله به ظاهر پیچیده را ما میخوایم خیلی راحت حل کنیم. اگه آ مساوی 5 به توان 2 به توان 3 باشه، حاصل این عبارت چنده؟ ما میتونیم 25 رو به صورت 5 به توان 2 بنویسیم، چون 5 تا 25 تا، پس میتونیم 5 به توان 2 بنویسیم. و اینجا ضرب هستش، به جای آ مقدار عبارتی که داخل مسئله گفته هم مینویسیم 5 به توان 2 به توان 3. خب بیرون پرانتز یعنی بیرون آ یه توان 16 داره که مینویسیم. این عبارت به این صورت هستش، یعنی اینکه 5 به توان 2 هست، ضرب در 5 به توان، خب 2 به توان 3 یعنی چه بچه ها؟ یعنی 8 ما میذاریم 2 به توان 3 8، 15 باید ضرب در 8 بشه، پس بنابراین 5 به توان 2 ضرب در 5 به توان 8 ضرب در 16 میشه 128. الان ما یه عبارت خیلی ساده داریم. ما یکی از پایه ها رو می نویسیم، توان ها رو با هم جمع می کنیم، میشه 5 به توان 130. پس این عبارت حاصلش شد 5 به توان 130.